سلام، ندیمه رستم هستم، هنرمند رشته نقاشی و تخصص کاریم در نقاشی با رنگ روغن، پنسل و پستل رنگی است و چون از زمان طفولیت علاقه‌مند این رشته بودم، به همین دلیل بعد از فارغ شدن از مکتب تحصیل خود را در رشته نقاشی در انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع کابل ادامه دادم و در سال 2017 از این انستیتوت فارغ شدم و 2 سال بعد از فراغتم عضو هنرسالار شدم و مدت 4 سال میشه که در هنرسالار کار میکنم و فعلا هم عضو انجمن هنرمندان افغانستان برای نواری هستم. هنر نقاشی در افغانستان پیشینه طولانی دارد که برخی از پژوهشگران هنر نقاشی اولین نقاشی های رنگ روغن را به افغانستان و مغارهای بامیان نسبت می‌دهند و همچنان هنرمندان برجسته مانند استاد کمال‌الدین بهزاد، استاد غلام محمد میمنگی و در زمان معاصر هنرمندان مانند موسی موحد، شمسیه حسنی و حفیظ پاکزاد کسانی هستند که افغانستان را و فرهنگ افغانستان را به جهان معرفی کردند و همچنان هنر نقاشی سالهاست ابزاری بوده برای هنرمندان نقاش تا بتوانند احساسات درونی و فرهنگ خود را به جهان معرفی کنند. تنین از راه هنر مسابقه هنری را برای دخترخانه‌های هنرمند برگزار نموده تا آنها بتوانند دیدگاه‌ها، استعداد و خلاقیت خود را در یک پارچه هنری به نمایش بگذارند و همچنان علاقه‌مندانی که میخواهند در این مسابقه یا هنری اشتراک نمایند سنشان باید بالاتر از 14 سال و موضوعی که آنها میتوانند پارچه هنری خود را طرح کنند در مورد امید و مقاومت در افغانستان و موضوعی دور از سیاست باشه و در آخر شما میتوانید که پارچه هنری تان را در 500 پاراگراف توضیح داده و به صورت آنلاین به ایمیل آدرس تنین از راه هنر بفرستید.